یه دایره نمکین درست میکنی عزیزم با نمک پودر روی یه کیسه فریزر، یه دایره درست میکنی. حالا اصلش 6 ستاره 5 پره ولی حالا اشکال نداره. یه دایره درست میکنی با نمک، پودر نمک، دور تا دور یه دایره درست میکنی با پودر نمک. خب این کریستال یا اون سنگ موکلدار رو از توی انگشتر در میاری میذاری وسط این سنگ نمک. بعد یه پارچه یا یه چیزی روش میذاری که وقتی که میشکنی این سنگش چیز نشه. اگرم میتونی بفروشیش، میتونی بری بفروشیش، پس بدی به اون طرف یا اینا. اگه نه کار مسئولانه میخوای انجام بدی، به نظر من باید نابودش کنی، چون اگه تو به کسی هم بفروشی باز اون ذمه‌ش به گردن تو